که این یا اون سرود را آهنگ را تماشا یا گوش کرده باشه. همه روز نمیتوانیم که سوال بکنیم که آیا زندگی را شما با کدام لحظه هایش دوست می‌دارید؟ اگر چون این سوالی باشد همه روز نمیتوانیم پاسخش گرفته باشیم. پس بیایید کوشش بکنیم چند لحظه ای که با هم دیگر هستیم تنها سوال ها باشد. البته درخواست نیز اجرا خواهد کردید. گفتیم نظام جان عزیمov این صبح در مهمانی هم برنامه و هم خانواده شما صبح را پیشواز میکنیم. و ما چون ذکر از آن کردیم که بینندگان عزیز در مهمانی هر یکی تماشابینان هستیم و روز بخیر و شادی باشد. پیش از سلامت باشید اکا جان، تشکر زیاد. سلام عرض میکنم به کلی بینندگان، به شما عزیز و تمام مهمانانی که عین حال در خوجندی باستانی هستند. همین صبحی وحدت راستی من میخواستم سخن رو از همین آغاز کرده باشم که من راستی اینقدر خیلی میگن به صورت کر خنجر هم اوید راست را گو. من راستی قدر سحر خیستم رو دوست نمیدارم، شاید این دوست داشته هر یک کس باشد. همین صبح من سحر خیستم و اولین کاری کردم از همین روزنه از تریزه خونه به بیرون نظر کردم. انا این رو به فکرم وحدت میگه. بله، چون آرامی هست، همینطور آرامی است، همینطور زیبایی است، همه جا در خوب است، تنها طبیعت دیدار است. به فکری من همین رو وحدت میگه. و چون رسید خانش پرندگان به گوشت، البته بینی بسیار زیبا بود. یک شمال فورم است. البته من فکر کردم همین وحدت است. از این اضافه گیرون نخواهیم یاد. از میگوییم هم صحبت از هم قبول زنگ‌های تلفنی از گفتیم وقت رو همیشه جانب مخلصان و تماشابینان می‌گذاریم. در جانب شما السلام علیکم. صبحتان بخیر باشد. لقمان جان عزیز، تشکر. نظام جان عزیزم، بچه جان شیرینم. سلام علیکم معلم جان، عیدتان مبارک باشه. تشکر زیاد. من شما رو خیلی خیلی پشیمان شدم چون که شما خیلی شیرکار بودید. لقمان جان عزیز، این کس رو من هم پسر جانم میگویم. من معلمه از جماعت غازیان. صدای آشنا از شنید. من همه شمایان را در سیمای شما تمام مردمی تاجیک و تاجیک زبان را با این وحدتی پاینده صدقاً تبریک میکنم. من به نظام جان سوال ندارم چون که ما روبرو خیلی صحبت میکنیم و فقط تمنای دارم و گفتنیم اگر اجازت باشد. مرحمت. اللهی بزرگ مددگارت باد. امام اعظم رفلتت باد. سفرت همیشه بی خطر باد. دعای تحفه هم سفرت باد. سرودت تنین انداز باد. تنبور دلت در نوا باد. زمین و آسمان سناگوی تو بخت و شادکامی نصیبت باد. و در حق تمام مردم تاجیکستان گفتنیم، در حق شمایان نیست، دستی دعا کشایم سوی خلاق عالم باشد تو را نگهبان از هر بلای عالم. الها تمام عالمیان را خداوند از بلاها نگهدار باشد. به آسمان صافی تاجیکستان چشم بد نرسد. همیشه شمایان همگان در پناه خدا باشیدان. این است دعای مادرانه من به همه. این سین به شمایان نظام جان عزیز، لقمان جان عزیز. تشکر زیاد مادر کلان عزیز. تشکر زیاد مادر کلان عزیز و مهربان. و ما نیز همیشگی جانب هر یک سخن شماییم و همیشه گفتیم وقت را جانب شما میگذاریم. و من هم چند سوالی پوشیده دارم، میخواهم پاسخ آن را، روشنی آن را از مهمون برنامه گرفته باشیم. در جانب شما روز بخیر و شادی باشد. السلام علیکم لقمان جان. درود مادر کلان این صبح پربرکات را برایتان شاد باش میگویم. مهمان عزیز شما حافظی از همه دوست داشته ترین من که دایم میخواهم آوازشان در تمام دنیا، نه تنها تاجیکستان، در تمام دنیا تنین انداز بشه. نظام جان عزیمov را نیز شادباش میگویم. برایشان گفتنیم گل بباشد عشق دایم در سر راه شما، غم نیابد هیچ گاه ره به درگاه شما.
در تمام گیرودار گرم و سرد زندگی خنده باشد دایما در روی چون ماه شما. رحمت. شما که دایما جوانی خیلی آوازی تنین انداز داره که میخواهم هیچگاه خسته نباشد. با من از همه هم یک تا سرودی شما خیلی پسند آمده. حاضر نو برآمده که عاشقی تو بودمه. انمون را کمکت میسراییده و اینجا مادر کلام عزیز ممکن است یک سوالی که پرسان شده باشیم از شما. البته و تنها پس تکک بگویید تا آنکه کسی نشون نبود. وقتی سرودن پیزر میدن گفتید عاشقت بودم دوره‌های کودکی و مکتب خانی به خاطر آمد. اکن چی گویم؟ البته آدم اگر عاشق نبی بود این حیات پابرجا نمیمون. یعنی که نه تنها این دو جوان عاشق میشن. من عاشقی وطن، عاشقانی چی گویم عاشقی وطنی گل بسرم، عاشقی پدر مادر، اکن به همه چیز آدم عاشق میشن. و اینجا چون گفتید مادر کلامی عزیز عاشق شدن هم سن و سالها گوناگون به فکرم تأثیر میگذارد. اگر گویم جوانه که اگر پرسیم از جوانکان نورسی مثال در دوره 17 18 از 15 سر کرده عاشقی دختری زیبا میشوه. بهترین گفتید سرودی عاشقی به خاطرتان آمد انا همون سالهای 15 و 17 و 18 سالگی اتان به فکرم آمد. پس میزنیم که چند مثل پسر پس همیشه خوش باشد. صدای خنده شما همیشه گویم باز برنامه ما را رنگین تر بسه. چند مصرعی است. تشکر زیاد رحمت میگم. همین سروده که شکرانه خدا هر یک سرود چرا که در آغاز من آمده بودم شما گفتید هر یک سرود برای ما همچون فرزند است. برای هر یک سرود ما مهنت میکشیم و در دل تمام صنعتکارا یک امید یک آرزو است که همون سرودی که آماده میکنیم خداوند گویم که الهی پسندی مردم باشد و مردم گوش کنند و انم خیلی دوستدار باشد. این سرودی که ما تیار کرده بودیم شعرش به قلم آرزو ایسوف تعلق دارد. من چقدر گفتید چند بیستش را برای مادر جان عزیز برای تمام مخلصان عزیز خود می سرایم. عاشقی تو بودم تو بودی وجودم این ترانه را به خاطرت سرودم. عاشقم نبودی گرچه دل را بودی این ترانه را به دیگر سرودی. عاشقم نبودی گرچه دل را بودی این ترانه را به دیگر سرودی. بفرما کفایه است. کفایه است. برای من مولد من تا آخرش خونده میگرم. تشکر زیاد و ما گفتیم همیشگی کوشش از آن میکنیم که چون همیشه با مخلصان پیش از همه صحبت داشته باشیم، زنگ ها را قبول داشته باشیم و بیننده را منتظر نداریم. درو جانب شما تماشابین عزیز شما را گوش میکنم. سلام علیکم. و علیکم السلام. صبحی این بازافای آفتابی برای شما مبارک باشد و خیلی از دیدار دوست عزیزم نظام جان خیلی خوشحال گردیدم و میخواستم در این روز نظام جان را بر وحدت را بر نظام جان و نظام جان را برای تمام مخلصان تبریک میگویم و من میدونم توی همراه نظام جان ما 2015 بود داشتیم ما سال نوی 2015 بود از جای ما فعالیت میبودیم در یک بخش من راوی بودم و نظام جان سراینده بودم و همونجا قدم های اولین نظام جان بود. وقتی که من صحنه در آمدم گفتم که آیا میدونید من حالا روی صحنه کی رو دعوت میکنم. وقتی که نظام جان گفتم همه قصد زدن که از همون روز اولی بسیارم صاحب نشده بود نظام جان رو اولکه همه میشناختم. بعدا من از خورسندگی گفتم میدونید اولین کسی نظام جان چی هست. همه حیران شدم. من اصلا اگر کسی که به انامی سوالها جواب گوید هم برای او تنسیم جهان گفتم. بعدا خودم به سوال جواب گفتم. اولین کسی نظام جان این خاکساری است. دومین کسی از دل به دست آوردن است. سومینش
این راوی است، چهارمین است همین سراینده است. بزرگ کسب‌های زیاد دارد نظام جان. ما یک بستگی کهنه داریم، در معرکه های ما خدمت کرده است. سلامت باشید. در من یک در همین فرصتی برنامه استفاده برده اگر سوال دارم و یک خواهش دارم، نمیدونم برای چی ما همه قدر دوستی نزدیک هستیم. سرود کلاسیکی از نظام جان نشیندگی هستم، نمیدونم برای چی. اگر امکان باشد در همین صوفی صادق همین اثرات کلاسیکی یا مناجات باشه یا تنوع باشد قرائت میکردیم، خیلی در این صوفی صادق برنامه رنگ دیگر میگیره. قبول است، تشکر زیاد. و اینجا ممکن است باز یک سوالی از شما پرسان شود؟ مرحبا. و گفتید وقتی معرفی کردید و سوالی از تماشابین کردید، از اشتراکداران کردید، گفتید اگر پاسخی شود تحفه انتظار است و به زودی خود پاسخ گفتید. یعنی چی تحفه بوده است؟ حتی نگذاشتید که اشتراک کنندگان پاسخی گفته باشند. ما خیلی انتظار شدیم از مخلصان که چی پاسخ میداده باشند، اما از جانب مخلصان کم پاسخ ها به نظر رسید. و خواست تحفه را خود سایی بکنید. تحفه بیگانی من بعدا تحفه گفتم از نظام جان سرودی در همون وقتا ما برآمده بود، سرودی عشق اولشان یخنی همون سرود را برای مخلصانشان گذاشتن که همه برابر اندکی تحفه را قبول نمیدن. پس تشکر زیاد. پس از چندی به این سرودی که گفتید برمیگردیم و الان باشد درخواستی بیننده عزیزی ما است. پس از چند درخواست را یک میکنیم، پس از آن به اجرای اون میگذاریم. و چون اینجا زنگ ها پایی هم هستند و وقت را جلوی بیننده میگذاریم. اول این است السلام. من هم بحری شمایان. اول بگویم سلام و درود به هر یک شمایان. اگه نظام جان خوش آمده در برنامه. روزتان بخیر شده باشه. بسیار خوشحال شدم در برنامه سوپی دیار رو دیدم. در نظام جان اما سرودی تنوار در پیش قید کردن، میخواستم همه سرودی تنوار را با آوازی زنده خواهم گوش کنم. پس انا اکنون میگویم گوشه که تلفنی خود را نگذارید، پس چرا نه که اجرا نکرده باشید؟ تنوار ما هر سال در البوم خود تنوار داریم که در هر گونه رویش است. من تنوار از استاد شعر به استاد میرزا ترسا بخوانم یا شعر از استاد فرزانه خوانم؟ پس تماشابین عزیزی ما کدامی از این دو پسند شما است؟ از فرزانه باشد. پس از فرزانه تماشا و گوش بکنید. یک شعرشان که این فلک نام دارد در آهنگ در طرز روشی تنوار ما اجرا کرده بودیم. در همین سال پیشکش می‌کنم از نگهبانی. چون از ایجادی نو است که کی پا زدی بر سری نوجوانیم، قیچی دیگر مزن بر دلی پرنیانیم. ای فلک کی پا زدی بر سری نوجوانیم، قیچی دیگر مزن بر دلی پرنیانیم. مهنی سبز باغی من کشته تیر ژاله هاست، بر قفسم کشیدند عینی ترانه خوانیم. بر قفسم کشیدند عینی ترانه خوانیم. این بود از استاد فرزانه. تشکر زیاد. سلامت باشید. خب تشکر زیاد جانب هر تماشابین میگه و ما گفتیم همیشه آماده هستیم هر یک زنگ شما را قبول بکنیم و هر یک سوال شما گوییم به پاسخ نخواهد. پس درو جانب بیننده عزیزی ما شما را گوش میکنیم. مرحبا. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام. برای شما صبح بخیر شادی باشد میگویم. نظام جان عظیم است و به برنامه سوپی دیار خوش آمدید میگویم. سلامت باشید رحمت. اولا با عید وحدت ملی مبارکباد میگویم شما را. به شما قوه های بلندترین صنعت را آرزومندم. رحمت. تشکر عزیز. سلامت باشید. با شما نیز مبارک باشد رحمت. تشکر.
پس تشکر زیاد برای بهترین تمنیات شما و از صبح تنها میگوییم همیشگی صبح خانواده‌ای به هر بیننده و هر مخلص و هر دوستدار سرود و ترانه گوییم رنگین و خورشیدی باشد. پس درود جانب شما بیننده عزیز، روز بخیر و شادی باشد. سلام علیکم. من به همه شما سلام خود را میرسانم در سیمای شما و کارگران چنین اساسا نظام جان عظیم است. تشکر که نظام جان عظیم را به برنامه خود تکلیف کرده. سلام علیکم رحمت. نظام جان عظیم، من میخواستم سرود مایل دیدارتان را برق زنده شرایط. تشکر زیاد تماشا بینی عزیز. ما گفتیم چون چند سرودی درخواستی قبول میکنیم و پس از چندی باشد اجرایش آن را یک پیشکش هر یک شما میگردانیم و چون صبح از آغاز روز نو است پس کوشش بکنید که از صبح معلوم است که صدای هیجان انگیزی دارید و من بعد خود میشد با خود باور کرده باشید، قدم استوارانه گذارید. در جانب شما بیننده عزیز ما همه شما را گوش میکنیم. السلام علیکم. السلام علیکم. درود جانب شما مادر عزیز. نظام جان عزیز، بسیار سرودی عشق اولتان جو هم تمام معقول برای اون که سن سال ما از 50 گذشته شدم حیات یاشکی ما به یاد می آید. ما همه وقت روشنی در گوشم در کارخانه همین سرود رو مونده گوش میکنم. من همین سرود رو میبینم. من باوری دارم، من در اردوی خود رسیدم در وقتی جوانی. من با اون کسی که دوست داشتم حیاتی ما همه خورسندانه گذشتگی من با اردوی هم رسیدم. من بسیار همون سرود رو دوست میدارم. حاضر ما منه 50 گذشتیم جدای هم سرود با من محکو. رحمت کلام به شما. سلامت باشید رحمت. به شما رحمت کی طاقت کرده گوش میکنید رحمت. پس تشکر زیاد. و اینجا معلوم است که این مادر عزیز گویا که متنها از زندگی علی شما گرفته شده باشه. بسیار ما به وقتی که میرفتیم بسیار از طرفی مکتب همه را در پیش نظر میگذرد و آن میدان های وسیع پختزار پر از سفیدی ها. بله بله. پس همیشه میگید به کامران میگم که این حیاتی موجوده است. میگم فقط این کلیپ بتر وایس بگه اوتوس مریض بگه و من بعد میگویم تشکر زیاد. من بعد میگویم به سراینده و مهمانی برنامه‌گاه چون سرود انتخاب میکنید و کلیپ نوارگیری میکنید کوشش کنید که به آرزویش برسن. دو معشوقگان امید نمانند هم جای باشد. و خب درود جانب شما، روز بخیر و شادی باشد. شما را گوش میکنه. تشکر زیاد. و چون ما گفتیم علاقه امروز برای قسمی از تماشابینان عزیزی ما که پیوسته از شبکه‌های گوییم اینترنتی یا خودسامانه ها استفاده میکنند و ما چون روزی گذشته چی در اینستاگرام باشد چی در فیسبوک باشد چند سوالی اونجا جای داده ایم و باوری کامل دارم که خوانندگان نیز انتظار این پاسخ شما هستند و من آن را یک مرتبه به شما قرائت میکنم. خب نظام جان از این رو برای صحنه هنر آمدن که پشتیبانی میکنن. خب راست بگویید. راست میگم. اولش خداوند است. هر قدمی که میگذاریم توکل به خداوند میکنیم. آرزوی صنعتکار شدن از خردی هم بود. بسیار صنعت را دوست میداشتم. از خردی هم در چند برنامه و آزمون ها اشتراک کرده هستم. اون انسان هایی که در همون از اول مرا گوش میکردن و فکر میکنم از همه مخلصی صادق هستم برای من پدر مادرم هستن که محض هم دوره جوانی که من سرود میخوندم پدرم خنده میکردن، راستی مادرم خیسته در زیر سرود من رقص میکردن قرصه مادرم اگر من در یکون برنامه اشتراک کنم مادرم رو با آغوششون گرفته از روی هایم بوسه میکردن. بسیار خرسند بودم. همون چیز برای من بسیار الهامی کلام میبخشید و محض همین روزا و همین طور است. هرگاهی که من به زادگاه هم به شهرستان میروم در سری دسترخوان میشنیم حتما من سرود میخوانم. حتما مادرم نوشته است که حاضر امروز ها در اول مادرم تنها خودش آمدن حاضر تنها با نبیره ها خیسته رقص میکنن
امروز یعنی پدر و مادر پشتیبانی میکنن، کسی دیگر نیست. یکون صادقات، یکون نفری که همیشه میگه خب نظام جانی عزیز این چند مبلغی از چند سرود ایجاد بکنید و وقتی فایده آورد با هم میبینید. نه شکرانه خدا همش خلق است. و خب البته ما گفتیم نظری میکنیم با دیگری. آیا اولین نفری رو که به نظام جان عظیموف چطور روی صحنه قدم گذارد، چطور سرود رو سراید و با مخلصان در صحبت باشد، در خاطر دارد یا به کجی فراموشی رفته است؟ چون به مشاهده میرسد امروز اگر با چند نه هم البته کم در کم سرایندگانی صحبت میکنیم، اگر یاد از نفری اولی که دستش گرفته است روی صحنه آورد اگر نامش بگویم میگوید من در خاطر ندارم، به فکرم چنین نبود میگوید. نه ما این باید فراموش نکرد. پس کی بودند آن نفر؟ آن نفرانی که من در صحنه حالا جوان هستم، من اکنون 3-4 سال رفته ایستاده است. وقتی که نه قدمی خودم را گذاشتم من همچون راوی آغاز کرده بودم و البته در تلویزیون تنین کار و فعالیت می بردم. قدم های اولین را برای من یک چند دوستان عزیزم که من نامهایشان را در همه جا می گویم با افتخار می گویم، استادم شیر محمد شیرمتوف، بعدم رستم حاجیبایوف، بعدم دوستی عزیزم ویرو جان علیوف، دوران تورسونوف، باز دیگر بسیار بچه ها بودن، فیروز جان، ظفر جان، همه دوستانم بودن که در یک در تلویزیون کار میکردیم. رستم جان حاجیبایوف که اولین کلیپ های مرا ثبت کرده بود، تنها بسیار مرا آماده کرد و گفتی گفت مجبور هم میکرد که خطا نکنم که سرود کن من کلیپ کنم، سرود کن من کلیپ کنم، همین خیال میکرد. بسیار برای دستگیری کرد. اندیشه شما این همه به فایده کی بود؟ به فایده رستم جان یا به فایده نظام جان؟ به فایده من بود. بسیار من تا حال دوستش میدارم، اگر چندی که ما در یک جا کار فعالیت نداریم اما من از او بسیار میندار هستم. این مثلا یک خودنمایشی در تلویزیون نیست، من در همه جا واقعیت است که من بسیار از او میندار هستم، بسیار از شیر محمد شیرمتوف میندار هستم، بسیار از دوران تورسونوف میندار هستم، بسیار از دوستم ویرو جان علیوف میندار هستم که تا حال مرا دستگیری میکنن. انا همین نفرانی که گفتی صدام تا حال مرا باز دستگیری میکنن. بله تا امروز رشته دوستی و برادری دارید و دور جانب شما تماشا بینید. مرحبا سلام را به شما میرسانم. به نظام جان یک سوال داشتم. مرحمت. نظام جان عزیزم آیا شما خدمتی وطن مادر را ادا کرده اید؟ من اینجا پاسخ شما رو میشنویم. من این حال در خدمتی وطن مادر هستم. اگر خدمتی حربی را در نظر داشته ایستاده باشم نه، در خدمتی حربی رفتگی نیستم. من فکر میکنم همین خدمتی مهم خدمتی پدر مادر است. تشکر عزیز. پس در جانب شما بیننده عزیز شما رو گوش میکنیم. مرحبا. سلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اولا صبح شما را و نظام جان عزیز را تشکر. بخیر باشد میگیم و بسیار خرسند هستیم که در تلویزیون دیار دعوت کردید و بسیار انتظار بودیم صحبت های جالب را. اولا به نظام جان قوه بلند سند را تمنا دارم و مخلصی اشدی آن کس هستیم. همه وقت ما در برتان هستیم، همه وقت ما شما را دستگیری میکنیم، آواز خوشی شما خسته نگردد بگذار. از خداوند تمنا دارم که به شما اولا صحت و سلامتی، عمری دراز، در کارهای ایجادیتان موفقیت ها رو تمنا دارم. من یک چند بار زنگ زدم قریب که نیم ساعت هست که پیوست شده نمیتوانم. من بسیار فرصت هستم که اکنون پیوست شده. این اقبال پرنده به دست شما افتاده است و ما در خاطر صدای شما را داریم. حتی درخواست هم کرده بوده چند برنامه پیشتر اگر اشتباه نکنیم، چون صدای در گوش داره. البته من هر باره که به دیات زنگ میزنم از نظام جان را دعوت کنید و سلام زنگ میزنم، یکان دی آنها دعوت نمیگه. ما امروز خرسند هستیم که دعوت کرده. به نظام جان یک سوال دارم که کنسرتی که به نزدیکی برگزار گردیده بود از تمام یک سرودی نوتان را
زمزمه میکردید ما بسیار خرسند میشدیم در این سو. من در آن کنسرت قریب 20 تا سرودی نخوانده بودم. فقط از آخر اون یکی رو انتخاب می، نه از بالا، از پایین یکی رو. بجا قبول. سرودی عاشق تو بودم، تو بودی وجودم. پس بیا چونی میکنیم، دو میسرایید، دو آوازه. خب تماشا بینید، پس بیا دو میسرایید. شما از آن پهلو، نظام جان از این پهلو. ممکن یک صدای خوش، یک دویتی خوشی برایت از اینجا تولید دویت شود. نظام جان و دلنازه نظام جان و پروینه مثالی میگیریم چون نام شما برای ما پوشیده است. از این لحاظ چند نام مثالی آورد. جب نه. پس از کی آغاز کنیم؟ پس این طور کی باشه؟ از بانو. پس شروع میکنه. عاشق تو بودم، تو بودی وجودم، ترانه را به خاطر سرودم. عاشقم نبودی گرچه دل را بودی، این ترانه را به خاطر سرودم. سلامت باشید رحمت. نوبت از شما است. ما گفتیم دویت میسرایی. عاشقم نبودی گرچه دل را بودی، این ترانه را به دیگر سرودی. عاشق تو بودم، تو بودی وجودم، این ترانه را به خاطرت سرودم. عاشقم نبودی گرچه دل را بودی، این ترانه را به دیگر سرودی. سلامت باشید رحمت. هرچی روزگارم ماه از بهارم، خوشی های رفته را دیگر نآرم. من خزان سردم، سنگی سخت و سردم، سر به پا دردم و درد و درد و دردم. یا سلامت باشید رحمت. میخواستم علممون رو از آوازی خوشی شما شنیده باشم. تشکرهای زیاد که درخواستی من را رد نکرده. سلامت باشید رحمت. و من بعد خود را در ساحه صنعت نیز بسنجید، سرود بسرایید، شعری از خود بخونید، روزی بشود که روی صحنه نیز شما بیایید. و البته ما گفتیم همزمان سوال طریق وایبر، چون گفتیم برنامه‌ای که به تلفن موبیلی نصب کرده ایم اون با رقمی که الان تماشاگران می‌بینند پیوست است و گفتند سلام صبح بخیر، یک سرود عشق رفته به طور زنده خوانند با تخلص صبر، چون این نام خود را اینجا قید کردن و ما گفتیم حتما روی می آوریم با اولین سرودی که نظام جان عظیموف با اون روی صحنه آمدند و مخلصان شناخته است. و خب نظام جان پس بیاید روی می آوریم با همون ایجاد شما و پس از اون با زنگ های اینجا معلوم است که پی هم به عنوان برنامه رسیده ایستاده است. قبول می نماییم. جانم قبول. همین سرودی که عشق رفته میگیم تا حال از خاطرم فراموش نمی شود. سنه ثبت 6 دکتر بود که بسیار هوا سرد بود، هیچگاه دست خاطرم نمی رود. ساعتهای قریب که 9-10 آغاز کرده بودیم خودی سینخرامش رو گرفتم. برای من ماه دکبر بود. بسیار یک زینه، بسیار یک قدمی کلان رو گذاشتم این سرود. من تا حال در یگان معرکه باشم، در یگان برنامه باشم، در یگان جمعیت باشم، وقتی که همین سرود درباره یا همین سرود می رود یا که همین سرود رو من ناگهانی می سرایم، نگاه مردم نسبت من الکی دیگر خیل می شود. همه با دیگر چشم مرا نگاه می کنند. من همین طوری 4 سال می شود که شکرانه خدا همین سرود به دل یگان نفر زدگی نیست است. خودم من بسیار گوش می کنم، بسیار شنونده ها گوش میکنند. من بسیار منتدار هستم از دوستانم که برای همین سرود مرا دستگیری کردند، برای تولید یافتن سرود، برای تولید یافتن همین کلیپ برای من بسیار کمک کردند. تشکرهای زیادی خودم را می‌رسانم. خب انتخاب متن از کی بود، آهنگ از کی بود و اونجا حتی بعضا سخنی شده بود گرد و اطراف وقتی اولین مراتب این کلیپ به نمایش گذاشته شد یا که نوارها از دیگر سرود گویا نصب شده است. تا چه اندازه می‌خواستم کمی اندیشه شما رو پوشیده نیست که این سخن‌ها تو به شما نیز رسیده است. البته این برای چه گفته بودید به گوش من هم رسیده است. این متنش به یک دوستی عزیز من ویروجام علیف تعلق دارد که ما با اون کس هم کورس بودیم در فکالته زبان‌های شرق. این سرود در وقتی درس هم گوییم که تولید شده است همراه نشسته بودیم و یک درس رفته ایستاده بود و کمتر ما از درس بیرون شدیم و یک شعر می نویست برای همین یک دوره عشق و محبت را گفته ایستاد، همین چیز نوشته. ما با همون چیز روی آوردیم، همین چیز پیدا شده. یعنی معلوم است که این ترجمه یگان سرودی خوانده شده نیست.
در واقع هم چنین نیست و ما گفتیم کم در بخش ریکلام پس از آن برمیگردیم چند پیامک ها رو میخونیم زنگ ها رو قبول میکنیم شما رو باور میکنیم با ما باشید چند دقیقه کوتاه دارید. سلام باشید. وقتی که نقل آغاز شده بود یا وقتا من هم دیده بودم از تلویزیون. بله بله وقتی که نقل آغاز شده بود همچون دیرکتور کار فعالیت داشتم حاضر چون امروز باشد تنهایی سایکل داده ایستادن صنعت خود را اما سرودی خاطری عشق هست تو؟ لبای؟ سرودی خاطری عشق خاطری عشق بله فکرم از استاد سباحت نجمی بله نمان را با آواز زنده میترانیم خب حتما سرود از استاد سباحت نجمی پس چند میسره؟ خاطری عشق خماری با تو بودن بر دلی دیوانه باز آمد خیالم رفت و از کویی تو نو میدانه باز آمد تو آهنگی سفر از من ربودی صد دریغه دوست و یا بر چشمی غم بالا رهم دور و دراز آمد. سلامت باشید. تشکر زیاد. در جانب شما تماشاگران عزیز چند دقیقه های خیلی با شما در اختیار داریم. در جانب شما رو گوش میکنیم. مرحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. همین یک سرودی عشق رفتتامه ما من بود. پس نمیموند چون در پهلوی ما هستن چند میسر زنده میسراین تجربه میکردیم. معلش با جان آن زمان با تو گشتن ها سیر دشت و باغ و چمن ها نخواد در عشق بی وفا بودیه در سرای عشق ماندم تنها نخواد در عشق بی وفا بودیه در سرای عشق ماندم تنها. سلامت باشید. تشکر زیاد میگم و همزمان چون آغاز چند میسر سراییدنی گوید متنهای شعری کردید سرودی کردید و اینجا ملیکا خان با تخلص چون ثبت نام خود به وایبر کردن گفتن السلام علیکم نیزم جان به خلاهای بلند صنعت رو میخواهم و بختشان پدر و مادرشان عمرشان دراز شود الهو 4 میسر سرودی ترانه مادر را خوانند علاجش باشد. من مخلص نیزم جان از شهر شکاوسک سابق امروز بوستانم. تشکر زیاد ملیکا خان. زنده باشید. اینایی تمام پدر مادرهای عزیز ما زنده و سلامت باشم. سلام و صد سلام ای نوری دیده ای مادری راحت ندیده سلام و صد سلام ای نوری دیده ای مادری راحت ندیده تمنایم به تو یک عمر باقیست نبینم خار در پایت خلیده تمنایم به تو یک عمر باقیست نبینم خار در پایت خلیده. برای تمام مادر جان‌های عزیز بهترین هم هدیه از صبح خواهد بود. اما چون گفتیم همزمان میتوانیم چند گوییم هم سرود هم مصرع‌های سراییده باشیم و نظری میکنیم به پیامکی که به عنوان برنامه رسید از 8519. السلام علیکم صبحتان بخیر و شادی باشد نیزم جان. به شما تمام خوشی‌های زندگی را آرزو دارم. آوازتان خسته نباشد. همیشه در خدمت خلق باشید و میخواستم یک سرود زمزمه کنید اگر امکان داشته باشید. پس چند مصرع زمزمه هم کردید هم در وصف مادر بود هم در وصف عشق بود و خب اینجا گفتند تشکر زیاد ارسال کردن ملیکا خان گفتم من خود مادر هستم و ما همیشه خوشی خواهانیم و درود میگوییم به بیننده که با ما در ارتباطن. السلام علیکم. درود جانب شما بیننده عزیز. مرمشون را گوش میکنه و چون ما از صدای شما خیلی خوشی هست هم ثانیه خیلی کوتاه داریم پیوست میکنیم وقتی خاموشی است ما هم آن راه شما را ادامه میدهیم و درود جانب شما بیننده عزیز روز بخیر شما. السلام علیکم. و علیکم السلام. با نیزم جان به شما برنده میربون به شما و به پروندان شما شهر خودجان هستم
دخترچم شکرانه بانی هست. شکرانه خان سرودی شام و سهرها خیلی و خیلی دوست می‌داره. من ای فلک که نگوید که همین را خیلی و خیلی فرمایش دادم که کنسرت‌ها شده همین دیسک را دسترس کنم گفته یک روز 10 مرتبه گوش میکنم با دیویدی. سلامت باشید رحمت. رحمت کلام برای شما برای کار. سلامت باشید. تشکر زیاد. ما گفتیم همزمان قبول میکنیم هم پیامک نظری به آن پیامک‌هایی که از جانب بینندگان به عنوان هم برنامه و هم برنامه‌ای که به تلفن ثبت شده است قرائت میکنیم، نظری میکنیم. مرحبا اخ میدوه. اینجا گفتند که سلام، من مخلص نظام جان و شما جدیاتی بلند صنعت میخواهم. برای من مخلصان همیشه سرودهای نوبنو ایجاد کرده باشید. تشکر زیاد مرحبا خان. و اینجا گفتند شریف خان از شما اگر در خاطر داشته باشید شما به توی فرهمندمون همچون رو به اشتراک کرده بودید سنه 9/06/2014 از همون وقت با شما مخلصی میکنیم. از شما خواهش میکنم که یک سرودی رو خط شاد باد میسر و اید دید برای فرزند رحمتیمون. باز از شما میندار میشدیم. حاضر سرودی داغی فرزند رو میخوندید پیشکی رحمت اصلا داغی فرزند رو نبینید. سرودی داغی فرزند این تولید این سرود و درخواست مخلصان شده بود. بسیاری نفرها خواهش کرده بودن هم از استاد لایقو هم از استاد آذرخش است که بعضی جاهایش را برای ما کمتر آسان تر کرده بودن. از آلبوم 2017 محض برای آنانی که همین سرودها درخواست کرده بودن میخوانیم برایشان. پس من چند میسره رفتی از افسانه بیرون بی زمان از گردی مردم باور کنید از خاطرم برآمد. چون چند مهر از سرای من براس از خاطرم برآمد برای اینکه همین سرود برای من بسیار وزنی تاثیرناک است. بی تاثیر نمیگذارد. من منظرت میخوام براس از خاطرم برآمد. و حتما وقتی گفتیم نقشه میگیریم در صحبت دیگری که ممکن از چند وقت ماه برگزار که شد باز اون رو به تبریک حضور بعد یک از خود به خاطرم بود میخوام. حتما تو انجام بدید. اینجا گفتیم 1244 طریقه وایبر ارسال کردن متن السلام علیکم نظام جان، میخواستم سرود ای فلک زمزمه کرده باشید و شما قله های بلندی صنعت را خواهانم. سلامت باشید. ای فلک در اول در خاطرتون باشه. بله. زمزمه کرده بودم. میگذاریم به همون سرودی داغی فرزند. بله. رفتی از افسانه بیرون به زمان از جبری گردون در غمت از چشم یاران داد می چکد خون و دریغی زندگانی و دریغی نوجوانی و دریغا مهر دنیا و دریغی نوجوانی. سلامت باشید. من منظرت میخوام که در اول کمتر از پریشان خاطری کرده موندم. چون در بعض حالت گویم به احساسات میزنه داده میشه و از این لحاظ دوری کامل دارم تماشابینان عزیزی ما خیلی خوب میفهمند. در جانب شما مادرز معذرت میخواهیم که دقیقه در خط علاقه نگه و پزمانتان داشتیم. سلامت باشید. رحمت نظام جان یک سوال دارم. من دیگه نمی من ها اکون تلویزیون پخش کنم اکون دیدم من با تلفن کنم اگر پیش از من اگر واقع باشه. راستی سوالتان را نفهمیدم یک بار دیگر علاجش بشه که آمدار شدید یا حالا می خیلی وقت ساعت میگیرم که ما چون تصدیق صحبتشان را گرفتیم. حتما به تو شما خبر میکنم. خدا تشکر زیاد مادر عزیز مهربانی ما. در واقع حالا مادرهای ما چنان زیرک هستند و میخواهند سوال رو با چند پهلو بدهند و پاسخ گرفته باشند. در واقع اینجا سوال گذاری مادر عزیز بی سبب نیست. امروز البته
کم در کم بعضا به نظر میرسن خب امروز اویله دار هستن، صاحب فرزند هستن، وقتی چی صحبت تلویزیونی میشود، چه طریق رادیویی میشود یا مجله میشود، اونجا سوالی بشود از اویله اونم پرسان میشه، میگوین من حالا مجردم، اویله دار نشده. بله امین. و چون حتی در خاطر داریم یک صحبت ما داشتیم چنین هم شده بود، اما نفر دیگر تصدیق هم محاله کردن، گفتن نه اون نفر صاحب اویله و فرزند است. و تشکر زیاد. درود جانب شما را گوش میکنیم. مرحبا. درود جانب شما بود. درود با دهر شما. روزتان بخیر سعید باشد. دهر شما. نظام جان را خوش آمدید میگم و برنامه‌تان. سلامت باشید رحمت. و نظام جان خدای بلند سنت را خواهم هستم. تشکر. مخلصی اشدی نظام جان هستم. دو مرتبه کنسرتتان را رفت کردم، همه کنسرتتان را رفت کردم. آینی شب و یا نهمی ماه. سلامت در باشید. این سال کنسرت بسیار در سطح عالی بود. فولکلوری سرودها زنده خوانده بودم. تشکر زیاد میگم. رحمت. و اصلا سرودی مادر از خاطرم برام مایلش سرودی نو بود، سرودی لیلا. یک برای چی در انسامبلی رقصی محشی شهزاده خان برآمدن، برای چی؟ اونجا شاهر کردن. به این خاطر است. من بسیار تماشا کردم. شهزاده خانش جان ایسالازیان ایزه خان برآمدن. بله همون روزی که ما کنسرت داشتیم همون روز اونجا توی داشتن. شب خانواده شده. من این رو پرسان شده بودم. و همه جا من میخواستم مهمانی برنامه نظام جان شوم. امروز بسیار شاد هستم در شبکه دیار دیدم شما را. تشکر زیاد میگم. سلامت باشید رحمت. تشکر زیاد میگم. ما خدای بلند سنت را خواهم. تشکر. شاده شما شاده ما نیست. امکانیت میبود سرودی لیلا را من دیگه نفهمیدم کدام سرود است ولی لیلا. لیلا ماوریگی، سرودی ماوریگی. مایلش. چون متن از بین سرود گرفته. بله. پس تشکر زیاد تماشابین عزیز. بذار روز شما با خوشی بگذرد چون آغاز کردید و نظری میکنیم به چند پیامکی که به عنوان برنامه رسیده است. 9817 سلام نظام جان، یک سرودی صنم جان را زمزمه میکردید، من مخلصی نظام جان. تشکر زیاد. 7910 سلام، من به نظام جان سوال دارم، نظام جان صاحب اویله هستند؟ پس پاسخی گفتن نه. و چند ساله هستند، لکن به این سوال اکنون پاسخ میگویم ممکن پوشیده هم دارند. بله. شکرانه خدا که من همین ماه به سینی 26 قلم گذاشتم. تنها ماه هست، سنه‌اش معلوم نیست. سنه‌اش 0006 است. 9 ایونی سال 1992 به دنیا آمدم. من شکرانه خدا که همین ماه 26 سالگی را پیشواز گرفتیم. تشکر زیاد و انا برای مخلصان تا سال دیگر پزمام بشه. در جانب شما السلام علیکم. السلام علیکم. سلام علیکم. قبلا مهمون برنامه‌تون رو تبریک تهنیت میگم. از وحدت ملی قطعه شما گویم. بگذار دویم این توشکیکان ما سلام صلاح باشد. الهی. منم مخلصی اکتازی نظام جان عزیزم هستم. بسیار سرودهایتان رو گوش میکنم. رحمت. بسیار سرودهایی که اون کس رو مشهور کرد اون عشق رفته میباشد. من یک خواهش داشتم که نظام جان یک سرودی کلاسیکی خوانم. با جان. باشه. خب برام تشکر زیاد. باقی روزی خوش خواهانید. پس چند لیست دقیقه هایی با شما رو دارید. حالا در وقت رکلام هم یک نفر زنگ زدن درخواست کرده بودن. بله شاید خفه نشوند. سرودی تنوع خواهش کرده بودن. همون سرود رو خوانم یا چی مسئله باشد؟ همون رو اجرا می‌کردید چون دقیقه های موقعی رو میرزا ترسزاده. بی تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت. بی تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت. دید رنگی من طبیب و در بری من جا گرفت. حدوث یاری بی پروای من است، من خبرداری نکرد. یاری بی پروای من است، من خبرداری نکرد. گرچه دودی آهی آتش باری من دنیا گرفت. حدوث یاره
به تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت عجب یاره. سلامت باشه. تشکر زیاد میگیم آوازتان خسته نباشه. و اینجا با از هر بیننده‌ای که به عنوان برنامه زنگ میزنن معذرت میپرسیم، باقی ما نمیتوانیم دیگر زنگ‌های شما را قبول داشته باشیم زیرا فرصت این برنامه ما به انتها میرسد. بسیار صحبت‌های بهترین شده ایستاده بودند وقت قدر تیز گذشته و بسیار میخواستیم حتی ساعت‌ها در صحبتی و در خانواده مخلص و تماشا بینون ایستاده باشیم، لیکن متاسفانه وقت همیشه در گذرا است. نمیگذارد که ما با یک جای بیستیم و همیشه در حرکت باشیم. پس میگفتیم همیشه برای شما خوشی، خرسندی و رسیدن به قله‌های بلند ایجاد را خواهانیم و پس چند تمنای شما، چند سخنی از شما تا به بیننده و تا به مخلص و دوستدار سرود و هنر و استعداد. تشکر زیاد میگم. اولا میnnتدار خودم رو به شما میرسونم که به برنامه دعوت کردید. بعدا به تمام مخلصان عزیزم خانوادگی سربلندی خاطر جمعی را تمنا دارم. بسیار هر آن نفرانی که من امروز در صبح صادق برای ما زنگ زدند، من بسیار میnnتدار هستم، بسیار خوشحال هستم. اگر چنده که ارزنده اینقدر سخن‌ها نیستم، بسیار سخن‌های بهترین کردم. من همیشه در خدمت شما هستم و من با 26 برآمده باشم، 26 جای میانم رو من سخت بسته در خدمت شما هستم و انشاءالله در آینده نیست کوشش میکنم که آن باوریه که برای من کردید از من باوری به باوری شما پند ندهم و همیشه در خدمت شما عزیز باشم. رحمت. من بسیار خرسند هستم. رحمت. و ما نیز برای شما عرض سپاس میکنیم نظام جان که باز توانستیم یک صبح نفری را از خواب بر وقت بیدار کرده باشیم. باز نفری را بر وقت بیدار کرده باشیم و البته میگم خنده هم درست انسان را تبابت میکند. این هم در بعضا موردها برای ما نیز اجازه داده شده است. و من میخواستم چون جنبست صحبت ما با یک ایجاد نو شما باشد تا اونی که مخلصان شما، شنونده های شما، نفری که میشه دوستدار صنعت شما و آواز شما هستند از اولین ها شده برخوردار باشند و سرودی اون رو به طور پررگی همیشه انتظار باشند. پس کدام است و میسرایی؟ من از یک سرودی نو که عین حال شعرش به قلم دوستم ویرو جان تعلق دارد، عین حال کارکرد موسیقیش هم داشته ایستاده است. همون سرود رو من معذرت میخوام که شعرش اینقدر برای من ازیاد نیست است. الان نو است. من برای من از دیده برای مخلصان استفاده میکنم. اجازه است. باز اینجا واقعی با هر یک شما تا روز دیگر خداحافظی میکنیم. سرود طرزی زنده سراییده میشه. سرودی نو است. از آن روز تو را دیدم دلم آب و ادا گردید، نمیدانی تو قلبم را به عشقت مبتلا گردید، نمیدانی تو قلبم را به عشقت مبتلا گردید. نیامدی خوشروی من، نیامدی خوشگوی من، نیامدی نیامدی، نیامدی دلجوی من، نیامدی گلگوی من، نیامدی نیامدی. من عاشقی و در چاهم، اسیری بنده ماهم، میانی جمله عاشق خزین و خسته راهم. دلم دیوانه تر می شود، تو میدانی نمیدانی، بگو با من عزیز دل، تو میمانی نمیمانی.